این ویدیو رو بفرستیم برای عزیزانی که هنوز امید به اصلاحات دارن. اصلا اصلاح طلب کیه؟ همون اصولگراییه که بروز شده است، همون اصولگراییه که خونشوه، همون اصولگراییه که هنوز لو نرفته، همون اصولگراییه که سر به زنگاه مردم رو گول میزنه تا بعداً سرش رو ببرن. این چند روزه حسن خمینی، حسن روحانی، نمیدونم بازداشت این سران اصلاحات، اینا همش فیلمی بیش نیست. مردم رو دارن یه جوری القا میکنن که اصلاحات داره انجام میشه، دیگه نیازی نیست از بیرون کسی کاری بکنه، داخل همه چی داره درست میشه. هیچ کدوم از اینها شما میدونین و ما هم میدونیم و همه میدونن. یک بار گول نخوریم، هیچ کدوم از اینها درست نیستش. نه اصلاحاتی انجام میشه، نه چیزی به خیر مردم هستش. فقط یک بار و یک بار تو طول تاریخ بیاین این رو گولشون رو نخوریم. مشخص مردم کیو خواستن، چیو خواستن، خواستشون چی بوده تو کف خیابون ها. همین رو ادامه میدیم تا به اون سرمنزل مقصود برسیم، پاینده ایران و ایرانی.